با مقصد فهماندنی کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت پیشگیری بیماری سرایتی نوی کرونا در مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند ملاقات رهبرت این مرکز با رئیسان کمیته‌های محلهای شهر برگزار گردید. تخمینه عثمانو و سردار مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند هدف ملاقات را شرح داده از جمله افزود که پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا کووید 19 مسئله داغ است که امروز تمام جامعه جهانی را به تشویش آورده است. متاسفانه این بیماری اخیراً به جمهوری تاجیکستان نیز راه یافته و سلامتی هموطنانمان تهدید می‌نماید. حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پیشگیری پنجشنبه سرایتی کرونا در مملکت تدبیرهای مشخص اندیشیده این مسئله مهم را پیوسته تحت نظارت قطعی قرار داده است. تخمینه عثمانوف افزود که وضعیت مذکور از هر کدام ما و خصوص مسئولین داخلدار، رئیسان کمیته‌های محله‌ها هوشیاری، جسوری، رعایت قاعده‌های بهداشتی، کمک به نفران بیمار و بردن کارهای درست فهماندهی را طلب می‌نماید. زیرا ما امروز پیش روی امتحان جدی قرار داریم که تنها همبستگی، همدیگر فهمی، راه ندادن به وهم، ترس و هراس و رعایت قطعی توصیه‌های طبیبان امکان می‌دهد در مبارزه با این ویروس دست بالا گردیم. کارهای فهماندهی و ترغیباتی و تشویقاتی را در میان ساکنان و مهمانان شهر وسعت بخشیم و به مردم فهمانیم که این همه تدبیرها تنها با مقصد پیشگیری پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا کووید 19 عملی کرده می شود. هر یک ساکن شهر درک کند که زندگی خود را با رعایت حتمی گیگین شخصی و جمعیتی براه ماند. هنگام از خانه به بیرون برآمدن از نقاب استفاده برد و در جایهای جمعیتی بخصوص بازارها، مرکزهای سودا، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه مسافه اجتماعی را حتما رعایت نمایند. 6 گروه کاری تشکیل کرده یک شبانه روز با 15 نفر به جریمه پیش بینی کردیم. اون شخصانی که حقوق ویرانگونی کردن، یعنی که یا نقاب نپوشیدن یا فاصله رو رعایت نکردن یا جمع شده در یک جا نسبتی، خصوصا اون جایهایی که چایخانه، مثلا آشخانه یا اینکه جای فروش یخمازی که همه جمع شدن نسبت انامین آدما یا اینکه تویخانه ها، حتی تویخانه ها بیا ما رفته این کارهای سر کردیم. چنین ملاقات با حضور خادمان دین از جمله امام خطیبان مساجد شهر خوجند نیز صورت گرفت. ضمن صحبت تاکید گردید که با مقصد پیشگیری از موج دوم بیماری از برگزار نمودن مراسم وسیع دینی و مراسم عزاداری خودداری نمود، زیرا جمع‌شوی زیادی آدمان در یک موضع باعث خروج خطرناک این بیماری خواهد گردید. تا به اعتدال آمدن وضعیت پاندمی کرونا نو و ساکنان محله‌ها فهمانیدن لازم است که از گشت و گذار و سیر و گشت در باغ و گلگشت‌ها، کوچه و خیابان‌ها، اشتراک در چهاربینی‌های عمومی و خصوص توی مرکه‌ها موقتاً خودداری نموده طلبات سازمان عمومی جهانی تندرستی و ستاد جمهوری را دایر به قاعده‌های بهداشتی رعایت نمایند. یعنی این دانسته نمی‌شود، این نمی‌گذرد نیست و اینها کسان نیستند که نمی‌دانند که و این بیماری چنانه که متخصصان میگویند بعضی آدم هست که همون بیماری در وی وجود دارد لیکن من فهمیده خودش هم نمی‌فهمد، دیگر آدم درک کرده نمی‌تواند. همون ویروس هست وقتی که از وی دیگر آدم می‌گذره و کم در بیمار است و یا که دیگر یک بیماری مزمن دارد بیمار شدنش ممکن است. دیه‌ها رفتیم همه یک 20-50 نفر قطار نشسته صحبت کرده که نه نقاب هست و نه دیگر چیز هست. و من گفتم یا برادرها شما می‌خواهید که خاندان شما، فرزند شما، نوه شما بیمار باشد؟ این نمی‌خواهید. برای همان خواهید که نگذرد شما رعایت کنید. مثلا آنچه که طلب کرده است از وزارت تندرستی یا که شورای علما این مسئله ها را فهمیدن باید مردم قبول کنند. در جریان ملاقات مبادله افکار صورت گرفته پیشنهادهای سودمند منظور گردید.